عالم کودکی با همه پهلوهایش زیباست و فراموش نشونده نیز هست و بخصوص اگر آن را ما در جوده صنعت، فرهنگ و علم و دانش سپری نماییم باز هم فراموش نشونده تر می‌گردد. اشتراکچی نوبتی برنامه انگوبین نیز ایام کودکی خود را در جوده علم و دانش سپری می‌نماید و باوری داریم که آن را هیچگاه فراموش نخواهد کرد و این قهرمان برنامه ما عاطفه بانو میباشد. او هنوز 6 سال دارد ولی به این خردسالی خویش نگاه نکرده خیلی زیرک و کنجکاو است و به فن گیوگرافی شوق و رغبت زیاد دارد. خوب بیایید صحبت خود را با او ادامه میدهیم. سلام عاطفه بانو، شما را به برنامه ما خوش آمدید میگیم. رحمت. می توانید خود را به تماشابینان تلویزیونی بهارستان با همه نفرانی که تماشا کرده ایستادند معرفی کنید. بله. مرحمت. من عاطفه شهرسوار از شهر دوشنبه. خیلی خوب عاطفه بانو، شما در ولایتان چند نفرید؟ 5. 5 نفر. از این ولایتان را نام بر کنید. مادرم، پدرم، خواهرم، دادرم و خودم. خیلی خوب. درباره کدام از این ولایتان شعر خواندن می توانید؟ پدر و مادرم. خب مرحمت. سراول درباره مادر. عزیز و مهربانم کیست مادر، فروغی دیدگانم کیست مادر، مرا بهتر به جان دانیست عمر، گرامی‌تر جانم کیست مادر. تشکر زیاد. درباره پدر. پدر میگو فرزند را توی بخت و جگربند را، ثمر اردم را خواهی تو نشین پیشم شنو پند، همین از آرزوی من فخر تاجیکستان باش. تشکر زیاد. می گفتید که ما در کجا زندگی میکنیم؟ در جمهوری تاجیکستان. پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر است؟ شهر دوشنبه. خیلی خوب. درباره جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه و عموما وطن یگان شعر میدانید؟ بله. مرحمت. شهر دوشنبه شهر جوان است با عطر گلها زیب جهان است، شهر دوشنبه باشد گوارا روشن بسازد دلهای ما را. درباره وطن چه شعر نمیدانید؟ میتونم. مرحمت. وطن من، جان من، نوری تو چشمان من، آغوش دل ربایت، راحت و روان من، آبک شوخ جویت، قوت و درمان من، صحرای دلگشایت، ملک زرفشان من، با تو کنم افتخار ای وطن جان وطن جان، با تو کنم بختیار ای وطن جان وطن جان. تشکر زیاد. خب می گفتید که رمزهای دولتی ما کدام هایند؟ پرچم، نشان، سرود ملی و پول ملی. آفرین. خب پرچم ما از چند رنگ عبارت است؟ از 3 رنگ. کدام رنگ ها؟ سرخ، سفید، سبز. درباره پرچم یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. پرچم تاجیکستان 3 رنگ کرده در بر، در روی آن شکفته گلهای اخته، سرخی بود نشانم از عزم و جانساری، رنگ سفید رمز استقبال و بختیاری، در رنگ سبز رنج سبزبینی های کشور، باید که سبز باشد این ملک ما سراسر. سروج ملی را کی نوشته است؟ شعر گلنظر کلتی، آهنگ سلیمان یودکوف. بنیاد. خب می توانید یک پارچه آن را برای ما خوانید؟ دیاری جمنج ما به بخت ما سری عزیز تو بلند باد، سعادتی تو دولتی تو بگذان باد، دوری زمان ها رسیدیم به زیر پرچم تو صف کشیدیم، زنده باش ای وطن تاجیکستانی زادی من. شما حرفا را میشناسید؟ خب شما 6 ساله هستید این طور نه؟ با مکتب می روید؟ نه ولی. حالا نمی روید ها؟ پس از چند وقت باید شما روید؟ 1 پس از 1 سال؟ آفرین. اولین نفری که ما رو در مکتب پیشواز میگیرد این کیست؟ معلم. معلم. آیا شما در وصف معلم یگان شعر میدانید؟ بله. مرحمت. معلم مهربان، مهرتان در دل و جان، لفظ شیرین ربان، ما از شما آموختیم و هر سوال جواب را، دانستن حساب را، هم خواندن کتاب را ما از شما آموختیم، حفظ خاک وطن را، با وی صادق بودن را، وصف باغ و چمن را ما از شما آموختیم.
اولین کتابی که ما در مکتب میخونیم این کدام کتاب است؟ الف با. الف با. بنیاد خوب. از الف با یکون شعر میدونید یا که درباره خود الف با؟ مرحمت. من الف با میخوانم، بورا برا میخوانم. الف بای سوره دار، صورت از بشاد جا قدرایی کلان. بچه ها کندن روی مکتب میدون، رغبیان میدون. خیلی خوب. در کتاب الف با در صنف یکم ما چی میخونیم؟ حرفا، شعر، چیستان و افسانه ها. حرفها، شعر و چیستان و افسانه ها. و افسانه ها. بنیاد خوب. شما یکان چیستان میدانید؟ بله. مرحمت آن را به من گوید، پس بعد من جوابش را به شما میگویم. میشود؟ مرحمت. خودش یک تا چشمش صد تا. خب تماشابینان عزیز، آیا شما جواب این چیستان را میدانید؟ باوری دارم که هر یک شما با این چیستان با آسانی جواب گفتن میتوانید و من نیز میخواهم گویم که جواب چیستان الک است. همین طور؟ خب بیاید باز یگان چیستانی دیگر گوید. میخی زرین تگ زمین. میخی زرین تگ زمین. البته که جواب این چیستان سبزی است. خب مرحمت باز یگان چیستان دیگر گوید. یک چادر زنگاری، شبا پر روز خالی. تماشابینان عزیز بیاید کمی فکر میکنیم. یک چادر زنگاری، شبها پر و روز خالی. جواب چیستان چیست؟ البته جواب چیستان آسمان و ستاره ها می باشد. خب مرحمت باز چیستان گوید. شترکلنگ بیدم، نجاو خورم نگندم. آب خور از دایره، کار کند به مردم. عاطفه بانو، من جوابش چیستان شما رو نیافتم و تماشابینان باوری دارم که میدانند، ولی من میخواستم که خود شما با من و تماشابینان جواب چیستان رو گوید. ابرو باران. جواب چیستان ابر و باران. تماشابینان عزیز، خب باز یگان چیستان دیگر میدانید؟ خب اکنون بیاید من چیستان میگویم و شما جواب میگردانید. میشود؟ تماشابینان عزیز، یک مادر سبزینه کودکی زرین دارد. کودکش از پیش خود ریشش را میبرارد. جواب چیستان چیست؟ خب عاطفه بانو با ما گوید. جواب چیستان چیست؟ جواری مکه. خیلی خوب. چنانه که دیدید عاطفه بانو با چیستانی من جواب درست را گرداند و جواب چیستان در حقیقت هم جواری مکه می باشد و من میخواهم که باز یک چیستانی دیگر دهم. این سوروم میزند، آن سوروم میزند، گناهی من چی باشد؟ شتر شتر میزند. جواب چیستان چیست؟ الک. الک. به نهایت خوب. تماشابینان عزیز باوری دارم که شما نیز با این چیستان جواب درست رو یافته توانستید. خب صحبتمون رو ادامه میدیم. شما گفتید که از کتاب الف با ما غیر از چیستان باز شعر و افسانه ها و غیره رو میآموزیم. همین طور نه؟ خب بیایید من با شما حرفا رو نشان میدم و شما با اون حرفا با من شعر میگید. میشود؟ اینجا یک کتابچه نیز هست. کتابچه نیز نام دارد الف با جان من. نام نهایت عجیب. بیاید به داخل کتابچه نظر میافکنیم و میبینیم که در داخل این کتابچه چگونه شعرها و یا متنها موجودند. خب این کدام حرف است؟ حرف ا. به نهایت خوب. کنی با حرف ا شعر گوید. انار ما چنین است، قند و بسا برین است. دوای درد دلها، طبیب گفته همین است. آفرین. انا این کدام حرف است؟ ب. ب. خوب شعرش رو خوانید. به همون حیوانی موان نکند با کسی جا، بیچاره در تگی آب حتی ترسد از پلنگ. آفرین. کدام حرف است؟ و. مرحمت. ورزش کند گفته معلم با بچه ها، کسی که ورزش کند همیشه ماند برنا. آفرین. حرف نوبتی کدام حرف است؟ گ. حرف گ. مرحمت با حرف گ شعر گید. گربه میاو میاو وقت دید آشی پلاو، گوشت آن را یک باره گرفته برد او بداو. آفرین. انا این کدام حرف است؟ حرف غ. حرف غ. آفرین. کنی با حرف غ شعر گوید. غوطه پخته را بین شکفته در همه جا، مانند کوه سفید خیرمن دهقان بابا. آفرین. انا این چی؟ ده.
ده مرحمت با حرف د شعر گید. دکتر اماکی نیاز گفت به من و سروینات دندان شوید هر پگاه هر شب پیش خواب اینو دندان های چون زده مونن یک عمری دراز. آفرین. خب انا این کدام حرف است؟ حرفیه حرف ی. کنی با حرف ی شعر گید؟ یفرطور اکای من پاسبانی این وطن راضی می شود دو بختن بحری وطن جانتن. بنیاد خوب انا این کدام حرف است؟ حرفیه حرف یا. بنیاد خوب کنی با حرف ی شعر گید؟ یاری هستم به مادر جست و چالاق ای دختر دعا کند برایت پیوسته شام و سحر. انا این کدام حرف است؟ حرف عجیب. فیژه حرف ژ. کنی با حرف ژ شعر گید؟ ژاله بارید از بالا به خواست خدای ما روی حولی دویدم یا تاقی ژاله چیدم چون به خانه رسیدم تاقی پر آب دیدم. آفرین. انا این چی؟ زه حرف ز. کنی با حرف ز شعر گید؟ زاغ سیاه نشسته به شاخ درختی ما و اون گفتم اندکیست بیارم نان و هوا اما به فکرم رحمت و گفته پرده به هوا. خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ ای مرحمت با حرف ای شعر گید؟ علم بگیر دخترم تا که شوی محترم علم نگیری اگر میشوی دردی سرم. انا این کدام حرف است؟ ای زده خوب مرحمت با این حرف شعر گید؟ ای زده جور جان در آخی باید داییم وصل شوی و ماهی رویش باید داییم. به نهایت خوب. انا این کدام حرف است؟ یه مرحمت با این حرف شعر گید؟ یاد بخر دگونه گفت به من مواعد یاد از دوای خود بهر همه جراحت. آفرین. انا این چی؟ که خیلی خوب. کتاب اگر بخوانی محبوب همگانی هر مشکل پیش آید اصل تو در نمانی. کتاب اگر نخوانی نادان ناتوانی کار تو با رفیقان و شنوم بدزبانی. به نهایت خوب. و صحیفه دیگر میگذاریم. اینجا کدام حرف است؟ حرف ق. مرحمت با حرف ق شعر گید؟ ربقه دارد کرکر آمده از راه دور اینجا گرفته خانه نمی پوشد دهانم ما از دست من ما می کچیم از خانه من. آفرین. تماشابینان عزیز ما باوری کامل داریم که عاطفه بانو با همه حرفا شعر میداند و برای آنکه شما نیز باوری حاصل کنید ما از آخر کتاب با او یکان حرف را انتخاب نموده سوال میدهیم. خوب علامت سکته. علامت سکته در آخر باید دائم مثل سمه اسعدی نویش باید دائم. آفرین. تماشابینان عزیز خاطررسان میشویم که شما این زمان برنامه گوبین رو طریق تلویزیونی بهارستان از مرکز دلخوشی کودکان ماداگاسکار تماشا کرده ایستادید و قهرمان برنامه امروزه ما عاطفه 6 ساله از شهر دوشنبه می باشد و ما صحبت رو با او ادامه خواهیم داد. ما رو همراه باشید. و ما گفتند که شما غیر از الفبای زبان تاجیکی اینچنین الفبای زبان انگلیسی رو نیز میدونید، همین طور؟ بله. خب اگر من به شما حرفا رو نشون دهم شما گفته میتونید که این کدام حرف است؟ بعد من این لوحه رو میدارم و شما با ما حرفا رو نمبر میکنید. میشود؟ مرحمت. A B C D E F G H I J K L N O P Q R S T U V W X Y Z. به نهایت خوب. در اینجا در پایان حرف ها اینچنین رقم ها نیز هستند و شما رقم ها رو نیز با زبان انگلیسی میدونید. خب مرحمت کنید شمارید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. با زبان روسی چی حساب کرده میتوانید؟ مرحمت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خیلی خوب. یک سال از چند فصل عبارت است؟ از 4. کدام فصل ها؟ زمستان، بهار، تابستان و تیر ماه. آفرین. درباره زمستان یگان شعر میدونید؟
مرحمت. برف بارید ذره‌هاش مرواری بیا با هم بخوانیم در روی برف بتازیم. آفرین. درباره بهار چی؟ بهار آمد گلی سرسبز به دهقان وقتی کار آمد بهار لاله‌زار آمد. چون حالا فصل تیر ماه هست، درباره فصل تیر ماه میدونید؟ مرحمت. صورتی بسیار دارد تیر ماه، نامی لنگزار دارد تیر ماه، دست بالا روی خردان چشمی سب دامنی پرباغ دارد تیر ماه. تشکر زیاد. آفرین به شما. خاطررسان میشویم که شما این زمان برنامه انگوبین رو تاریخ تلویزیونی باورستان از مرکز دلخوشی کودکان ماداگاسکار تماشا کرده ایستادید و قهرمان برنامه امروزه ما عاطفه 6 ساله می باشد و خاطررسان میشویم که او بیشتر به فن گئوگرافیا میل و رغبت زیاد دارد و این یک پهلوی اساسی برنامه ما خواهد بود و ما این نوبت سوال ها رو از فن گئوگرافیا آغاز می نماییم. خب میگفتید عاطفه بانو که شهرهای کلانترین تاجیکستان کدام هایند؟ دوشنبه، کولاب، خوجند، خاروق، کانی بادام، استرافشان، وحدت، نارک، هیسار، ترسونزاده، پنجکن و غیره ها. خیلی خوب. ما در کدام شهر زندگی میکنیم؟ در شهر دوشنبه. آفرین. یعنی مرکزی جمهوری تاجیکستان نیست، شهر دوشنبه است، همینطور نه؟ خیلی خوب. جمهوری تاجیکستان با چند دولت هم سرحد است؟ با 4. مرحمت کنید این دولت ها رو نام کنید. افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و خیتان. آفرین با شما. خب بیاید این بعد از دایره جمهوری تاجیکستان کمی بیرون میبریم و با دیگر شهرها نیز نظر میافکنیم. میگفتید که دولت های کلانترین دنیا کدام هایند؟ روسیه، کانادا، خیتای، امریکا، استرالیا، برزیلیا، هندوستان، ارژانتین، مکزیک، الژیر، سودان و غیره. خیلی خوب. بیاید با سر موضوع اساسی برمیگردیم و من با شما دولت ها رو نام میکنم. شما باشید با من پایتختایش رو میگویید. بیاید آغاز میکنیم. ابخازیا، سخوم، استرالیا، کامبرا، австрия، وینا، آذربایجان، باکو، آلبانیا، تیرانا، الژیر، الژیر، انگولا، رواندا، اندورا، لاویلیا، ارمنیا، اروان، افغانستان، کابل، بنگلادش، داکا، беларусь، میز، بلگия، بروسل، бразилия، برزیلیا، ватикан، واتیکان، британия кабир, великобритания, لندن، вьетнам, هانوی، германия, برلین، греция, افین، гуржистон, تبلیسی، замбия, رسالکا، индонезия, جاکارتا، иордания, امان، ироқ, بارداخ، ирон, تهران، ирландия, تبلیش، испания, مادرید، италия, روم، قازاقистон, اسما، канада, اتاوا، خیتای، پکین، куба, گاوانا، мадагаскар, انتاناریوو، پاکستان، اسلام آباد، پاناما، پاناما، польша, وارشاوا، россия, مسکو، румыния, بخارست، ایالات متحده آمریکا، سشا، واشنگتن، تاجیکستان، دوشنبه، ترکمنستان، اشخاباد، ترکیه، انقره، فیلیپین، مانیلا، فرانسه، پاریس، ژاپنیا، توکیو، ازبکستان، تاشکند، قرقیزستان، بشکک، پرو. لیما. تشکر زیاد تماشابینان عزیز. چونانی که خود شما شاهد گشتید عاطفه بانو 50 دولت رو با پایتختایش به ما نامبر کرد و امیدواریم که شما نیز از این چیز الهام گرفته با فرزندان خود پایتختهای دولت ها رو می آموزانید. خاطررسان میشم که قهرمان برنامه امروزه ما عاطفه 6 ساله از شهر دوشنبه بودند و او با فن گئوگرافیا شوق و رغبت زیاد داشت که در دوام برنامه ما با شما در این باره
маълумот додем ва ҳунару маҳорати ӯро ба шумо пешкаш гардонидем. Хулас то барномаҳои оянда бо шумо хайру хуш мекунем. То дидори навбатӣ дар барномаи Ангубин. Хайр!